کی به شما خانم‌ها گفته که هنوز هم در دوره امروزی این مرده که باید هزینه‌های زندگی رو، هزینه‌های رابطه عاطفی رو تقبل بکنه؟ کی گفته که این مردها هستن که همش باید دنبال شما بدوئن، التماس بکنن، خواهش بکنن و دائم خودشون رو به شما ثابت بکنن؟ خوبه بدونید که ما انسان ها از نظر روانشناسی در ساختار ژنتیکیمون دقیقاً این ثبت شده که مرد قراره از زن حمایت اجتماعی بکنه، مواظب زن باشه، که امروزه این مراقبت میشه مراقبت مالی، حمایت اجتماعی، حمایت فکری. ولی در جهان امروز دیگه وضعیت اقتصاد، دیگه اون پویایی روابط و اون وضعیت بیزنس و کار و درآمد آدم ها واقعا اجازه این رو نمیده که یک مرد بخواد فقط هزینه بکنه و یک خانم فقط بخواد مصرف کننده باشه. بنابراین امروزه ما باید کم کم فرهنگ رو یک تحولی درش ایجاد بکنیم که در این حالی که خانم ها همچنان تمایل دارن حمایت مردونه رو دریافت بکنن، ولی تماما معناش این نباشه که مرد باید خرج بکنه، مرد باید مسئولیت بپذیره و زن فقط باید مصرف کننده باشه.